اساسی در میدان با او اکمال بوریف از پرسوزودا و خسروی سیدیقود از شهر دوشنبه کمک میرسونند. لوکوموتیو پومیر باید از آن حالتی که هست باید بیرون شود تا که این بازیگرانی که شرف تاجیکستان رو در بازی‌های انتخابی چمپیونات شادیبek غفاروف خیلی خوب با نادربек بازی میکنه. نادربek دو نفر رو میگذارد و یک پرتوس خوب انجام میدهد، اما دروازه‌بان در جایش است ولی داور چی نشون میدهد اینجا میدان نزد دروازه و شروانی اول ضربه میزند. حساب شده است 0-1. کلوب مرکزی ورزش ارتش با صفی پیش میبرد. دسته کلوب مرکزی ورزش است. شروانی و بادشویف این گلی پنجمش است. یک توپ رو از پنالتی نزده بود، اما نه اونقدر خوبه که بازی قسمی اولش به انجام رسد. دوستان گرامی 1-0 کلوب مرکزی ورزش ارتش در سفر در پیش است در مقابل لوکوموتیو. حالا اکنون ببینیم منوچهر سفرов بعدی به میدان آمدنش چی تغییراتی در دسته لوکوموتیو خواهد شد، چون که بازی نهایت پرمسئولیت برای فوتبال بازی دسته لوکوموتیو پومیر، زیرا خطرناک در قسم دومی وخوری است که ما دیدیم منوچهر توپ رو باز برمیگردد به لوکوموتیو، ولی توی پرتوفت نادرست است و خوب رو با گفتم ممکن است به عمل آوردن، ولی اون حالت البته بحثناک هم هست. خوب این رو در برنامه 90 دقیقه شما خواهید دید. حالا امکانات گلزنی دیگر و توپ وارد دروازه بشود. بسیار مهرانه اینجا شهرام سلیمانوف خیلی خوب توپ رو با پرتوف و ازبک حسنوف توانست که در این بازی ببینید چه خیلی ملایم، بسیار عمیق و نشان‌راست و ضربه هم بسیار عالی زده شده از بالای سری دروازه‌بان و همچنین دو محافظتگر. ببینید نزدیک پای شادیبek غفاروف این توپ رو گرفت. بسیار حالت وزنین برای لوکوموتیو بود، برهم خورد. هجوم دیگری فوتبال بازی لوکوموتیو پومیر، بسیار بازی سرعتش بلندتر شد. باز یک امکانات گلزنی هست و توپ وارد دروازه میشد. 2-1 فهموند که چگونه باید هنرنمایی کرد و ازبک هم ببینید خیلی مهرانه از نزد 3 نفر توپ با ستون دروازه هم برخورده است. حالا ببینید قربانبای رو خیلی خوب فریب داد و بعدا از بین شمس‌الدین این توپ رو وردی دروازه کرد. گل زیبا، نهایت گل زیبا. یک هجوم دیگر از جانب بوبیف بسیار عالی و توپ وارد دروازه می شود. دوستان گرامی این شادیبek غفاروف است که این توپ رو برابر میکنه. توپ رو مهرانه با کنار راست پرتوفت و سروب جلیلوف پرتوفتش هم عالی بود. با این توپ فقط شادیبek لوکوموتیو امکاناتی گل زدن دارد. بسیار هم عالی و گل منوچهر سفرov بسیار خوب گل کرد. اینجا سویروف بسیار هم مهرانه بازی کرد و پس پرتوفتش تنها با گل زدن نزدیک. همینطور هم شد. دوستان گرامی در یک بازی نهایت جالب، اصلا قسم دومی اون ما یک بازی زیبای لوکوموتیو رو دیدیم. ما و شما باز بازی بین دسته‌های خطلان استقلال و خوجند کوکتاش رو خواهیم دید.